سلام علیکم، شوکت محمد هستم. طول این چند دقیقه برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیم شما می کنم. سرخط خبرها. با مادر عبدالشکور منانوف، پسر رئیس سابق شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر نارک، قربان منانوف، کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان فشار آوردند تا پسرش را مایل به بازگشت کند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا طبق یک سنجش تاجیکستان را در فهرست کشورهای قرار داده است که حکومتش حقوق دینی شهروندان را شدیداً پایمال می کند. از کلوخ هم صدا برآمد. وکیلان پارلمان تاجیکستان هم از مشکلات مردم گپ میزدگی شدند. تگی این کاسه چی نیم کاسه باشد؟ شرح همیرا بختیار. قزاقستان به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان محصولات نفتی صادر می کند. عبدالشکور منانوف، پسر رئیس سابق شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر نارک، قربان منانوف، از فشار بالای مادرش توسط کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان خبر داد. او چون دلیل نواری را هم پیشنهاد کرد که در آن گفتگوی او با یک کارمند این نهاد ثبت شده است. السلام علیکم. او چند؟ او ما هیچ نفهمیدم چی گفتی چسبید؟ آخه این گپا رو نمیشم اما آخه چون بگن که بینیم شونه یک رنگ رو شونه کیان چیان چی دا اومدیان برای چی قطعی وقتم قطعی گپ نمیزنن قطع چهره شما گپ میزنن من میخوام قطعی خیچون گپ بزنم و چه من گودک نیستم که شما من قطعی من گپ بزنیم او بتش قطعش گپ من شوخی بتش اونو من قطعشون گپ بزنم و چه جان نه هازی بتشونه من قطعشون گپ بزنم و 10 کامیرا اومده اینجا تینجیان. سلام علیکم. میشه الحمدلله. خودتون معرفی میکردین خودتون شخصیتتون کین چین؟ لبا میشه رحمت. نام و فامیلیت چیه برادر؟ الو سویت بسیار خوبه. عبدالشکور منانوف میگوید این بار اول نیست که کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی به نزد مادرش آمده از او طلب میکنند تا پسرش را به تاجیکستان برگرداند. زنگ زدن وقتی مادرم گفت که ما شما را دعوت میکنم، من در حال فهمیدم که این کار امنیتی است و این کار اونا هستن که چی میکنن. اومدن تا اینکه مادر من رو نوار گیرن و مادر من از من دعوت کنه که من برگردم، ولان که مادر من خوب میدوند که بعدی برگشتن من چی حادثه میشه. بنا به گفته عبدالشکور منانوف، قبل از این هم یک کارمند کمیته دولتی امنیتی ملی از شهر دوشنبه به او زنگ زده بود، اما ظاهرا چون نوکار بود که به قتل پدرش در زندان اقرار کرد. وقتی اون امنیتی نورک نبود، البته وقت شخص بگیم که نوکار بودن با ما تماس گرفتن که شما برگردید. من گفتم که شما یک بار همون پدری مرا منانوف قربان میشناسید و فکر کردم. گفتن آه بله میشناسم. گفتم که همون سفیدی که میگن که به قتل رسانیده شده است در زندان. من گفتم بله همون سفیدی که شما میدونید که اون به قتل رسیده است، نه خود مقصد فوتی چی باشد معمولی باشد. و همین خاطر اون کس به فکرم که نوکار بودن، شما گفتن که نوکار هستن. دور عبدالشکور نقل می کند با تکرار کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی به نزد مادرش آمده، مادرش را مجبور کردند تا به او در تماس شده بازگشتش به کشور را طلب نماید. مادر من این یکم بار نیست است که این کسا مثال امنیتی می روند. چند بار پیش یک خواهر دیگه در خونه هست، بگیم اپهم، اون کسا را هم بسیار دعوت میکنن زنک
در اون خونه هستن دیگه، در اون خونه مردک نیست. ولی اینو همون وقتی رفتن دیدن که در خونه دیگه هم کمپیر است. دیگه هم کمپیری کسلی چند بار شد اینو میروان، یک بار نیست، این چند بار شد میروان. برای چی من در حیران میمونم که برای چی با من صحبت نمیکنن؟ من که ولی فرزندی مقصد اون خورد نیستم، یا اینکه من تو گودک نیستم که با واسطه مادری من به من فشار بیارن یا گپ بزنن. به من گپ بزنن، صحبت با من کنن. من یگون با جایی نیستم. من چند بار وقتی رفتن اونو من نمره تلفن دادم و اونو گفتم که بده نمره تلفن قطعی من تماس بگیرن، نه اینکه قطعی شما کار بار کنن. ولی اونو شاید فکر میکنن که جای ضعفی من همین باشد. بله با انسان مشکل است، ولی من از این کار انشاءالله دست نمیکشم و فکری دستکشی هم ندارم. شما نمیتونید مرا برگردونده، چون که من در این راه گرفتم پشیمون نیستم. انشاءالله تا اخیر به این مبارزه خود ادامه خواهم داد. یادآور میشویم که قربان منانوف پدر عبدالشکور منانوف 16 آگوست سال 2016 در مؤسسه اصلاحی 3-4 شهر دوشنبه به شهادت رسیده بود. طبق معلوماتی به ما دسترس شده، هنوز قبل از حبس قربان منانوف به رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گزارش داده بود که مقامات کشور از او طلب اظهارات ویدیویی بر ضد حزب و رهبریت آن، اینچنین قطع فعالیت حزب در شهر نورک و خارج شدن از آن را کردند. اینچنین او در یکی از برآمدهایش گفته بود که هیچ یک فشار و شکنجه نمیتواند او را از راه انتخاب کردهش برگرداند. هر کسی که امانت خیانت نکند و ایمان ندارد، هر کسی که صداقت به دولت، به وطن، به مردم و دین ندارد، اینو باید بفهمید. آیا من خائنم؟ آیا من صداقت ندارم؟ از زبان اینا شده است. متاسفانه امروز پروکورور کار نمیکند. رفتنی پروکورور من نمیدونم به چه درجه رفته است. اما این جانب یعنی امنیت فوراً خیست چی استراحتی رفته است. قربان منانوف بار هم در یک جلسه وسیع حزبی پیش از انتخابات پارلمانی سال 2015 ضمن برآمدش گفته بود هیچگاه زبانش نمیگردد که امام علی رحمان را جناب عالی گوید. هر کس به مقصود میرسد اگر از جان بگذرد. این برای من یک شرف بود. الحمدلله حاضرم امینت که نگه ما از جان نگذشتیم، فقط به خاطر ملت و به خاطر دولت و به خاطر کشور و به خاطر صلح نهایی که این دستاوری همه مردم جمهوری تاجیکستان بود. به این خاطر این مردم دوارید انتخابات، یعنی که وعده داده رئیس جمهور رحمانوف برای جناب گفتن رحمان من زبانم نمیگردد. طوری چند روز است که ایده از وکیلان پارلمان تاجیکستان یک کمی خود را مردمی جلوه می‌دهند. از شکرجان ظهوروف رئیس مجلس ملی تاجیکستان هم وقتهای آخر چند سخن از پشتیبانی مردم صدا داد. چند پیش درباره مهلت کمی عوض شناسنامه با اظهار نارضایتی طلب کرده بود وابسته به امکانیت مهلت دراز کرده شود. همکنون ضمن بررسی سازشنامه سرمایه‌گذاری شرکت ماهر سمنت در اجلاس پارلمان تاجیکستان امروز 24 ایون گفت که فعالیت در کارخانه سمنت برای سلامتی انسان ضرری زیاد دارد. 1800 سومانی مقرر شدن معاش میانه در کارخانه عادلانه نیست. به گفته رئیس مجلس نمایندگان مقامات این شرکت باید در مورد معاش کارگران تجدید نظر کرده و کارگران به طور رایگان محصولات شیری تقسیم کند. این غمخواری در حالی است که در اجلاس مجلس نمایندگان تاجیکستان شرکت ماهر سمنت به مدت 5 سال از همه اندازها آزاد گردید. سالانه این شرکت به بودجه 40 میلیون سومانی انداز پرداخت میکرد. از یک سر حکومت داد و وای میزند که بودجه کشور نارسایی دارد و به صاحبکاران خرد و میانه فشار میآورد که انداز را پیش پرداخت کنند. از جانب دیگر شرکت های عائله را از انداز آزاد میکند. از این رو فهمیدن مشکل است که وکیلان غمخوار شدند یا نلپاک کن. وکیل دیگری پارلمان و رئیس حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده هم از قطار وکیلان غمخوار نمانده از نرخ عوض شناسنامه به کارت ایدی اظهار نگرانی کرد.
عثمانزاده میگوید شناسنامه‌های پلاستیکی به آن نرخی که امروز تعیین کرده اند نمی ارزد. به گفت این وکیل $10 آمریکایی معادل 90 سومانی برای کارت پلاستیکی خیلی زیاد است و این کارت پلاستیکی فقط به اندازه 5 سومانی می ارزد. تا کجا این غمخوری دو سه روزینه وکیلان پارلمان تاجیکستان صمیمی است و یا تگ کاسه نیم کاسه هست؟ ما از کارشناسان پرسیدیم. غمخوری وکیلان مردمی و همون رای دهندگان خود اون زمان باید ارزیابی شود یا اینکه ما اینو احساس کنیم همون زمانی که اینها قرارهایی که بر ضرر مردم هستن اونا را بیکار کنند. ببینید هم عوض کردن شناسنامه های پلاستیکی عوض نشد و هم اینکه این شرکت چینی که شما اشاره کردید که پارلمان هم از انداز آزاد کرد و بعد تعجب آور و غیر منطقی است که هم از انداز آزاد میکند و هم رئیس مجلس نمایندگان اظهار نگرانی از آن میکند که ماهانه کارمندان این کارگاه کم هست و برای اینا باید محصولات شیری دهند. نمیدونم یه چیزای مثل اتفاقا برای من یک کمی هم علم آور بود هم خنده آور، یعنی چی اینا با این حرفا کی رو میخواهند فریب دهند؟ برای چندین هزارها یا شاید میلیون ها وقتی که اینا از یک کارخانه رو بدون سنجش و تحقیق آزاد میکنن و باز هم در آخر جلسه اشاره به آن میکنند که این کارخانه‌ای که آنها برایش امتیاز از حسابی دولت میدهند حتی برای شهروندان یک ماهانه خوب نمیدهد. پس دلیلی از انداز آزاد کردنش چیست؟ برای همین هم وقتی که مثال هم رئیس پارلمان و هم وکیل پارلمانی ما اشاره به آن میکنند که این دو قرار غیر قابل قبول هست و یا اینکه قیمت کارت های پلاستیکی مناسب به بازار شرایط بازاری مردم نیست، این تنها یک سخن گفتن هست. من این رو هیچ وقت غمخوری ارزیابی نمی کنم و بازم تکرار میکنم که غمخوری پارلمان و وکیلان رو ما رای دهندگان، چون در انتخابات 2015 ما هم شرکت داشتیم، بالاخره تنها در آن خاطر احساس خواهیم کرد که همین گونه قرارهایی که بر ضرر مردم هست و علاوه بر این بر ضرر بودجه دولت هست اینا رو باید دیگر برطرف کنند، یعنی کار کنند که چنین قرارها چنین قانونها قبول نشود. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا که از نتیجه سنجش رعایت حقوق و آزادی‌های دینی شهروندان کشورهای جهان گزارش نشر کرده است، تاجیکستان را در فهرست کشورهای قرار داده است که حکومتش حقوق دینی شهروندان را پایمال می‌سازد. طبق این گزارش قانونگذاری تاجیکستان آزادی‌های معین دینی را محدود می‌کند، از جمله به شخصان سن تا 18 ساله اجازه شرکت در مراسم‌های دست جمعانه دینی را نمی‌دهد. همچنین از تغییرات علاوه‌ها به قانون درباره دین که ماه ژانویه سال گذشته مورد عمل قرار گرفتند، گزارشگران اظهار نگرانی کرده اشاره به آن کردند که حکومت از مؤسسه‌های دینی طلب می‌کند که تمام معلومات را درباره فعالیتشان به دولت پیشنهاد نمایند. مؤلفان گزارش بر این نظرند که تغییرات به نظارت کامل مؤسسه‌های دینی از جانب دولت امکان داده آزادی وجدان و دینی را محدود می‌سازد. تأکید می شود که کمیته دینی حکومت تاجیکستان تمام فعالیت دینی اعتقادمندان را زیر نظارت شدید خود گرفته تا به قیدگیری اتحادیه‌های دینی، ساختمان مکان عبادت، معلومات دینی گرفتن کودکان و نورسان و پهن کردن ادبیات دینی را در اختیار خود قرار داده است. کارشناسان میگویند سبب اساسی به گروه‌های تندرو گرویدن جوانان خودی همین محدودسازی حقوق دینی شهروندان در کشور است. از اینه که تاجیکستان رو در اون فهرست شامل کردن فکر میکنم که در واقع هم چنین هست. طوری که ما مشاهده میکنیم میبینیم تا 4-5 سال اخیر یا مخصوصا اگر 9 سال اخیر بگیم از سال 2010 این طرف تاجیکستان از جمله کشورهایی است که آزادی های دینی مردم رو خیلی هم محدود کرده است و دیگر برای هیچ کس پوشیدن نیست، از قبیل گرفتن حجاب زنان، تراشیدن ریش مردان و با طوری که خودشون میگن به ترتیب در آوردن با قیدگیری مسجدها که در پی این هزارها مسجد را برهم دادن و همچنین کودکان را منع کردن از رفتن
به عبادتخانه ها، همه اینا از جمله همون عامل های هست که وزارت امور خارجه امریکا باشد فکر میکنم که تاجیکستان را در این لیست شامل کرده است. و در واقع هم اگر که نظر بیاندازیم این چیزها به کشور تاجیکستان واقعیت دارد و همین کار و کردار تاجیکستان نسبت محدود کردن آزادی های دینی مردم سبب شده است که فکر افراطگرایی، فکر تندگرایی و یا شامل شدن جوانها به گروه های تندرو و افراطی از جمله داعش دیگر در جامعه افزایش پیدا کرده است. اکنون مختصر از خبر و رویدادهای کشورهای همسایه و جهان، همکاران ما به شما گزارش می‌دهند. وزیر انرژی قزاقستان اعلام کرد که این کشور برای نخستین بار صادرات بنزین تولیدی خود را به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا به زودی آغاز خواهد کرد. کاناد بازمبایف روز شنبه در نشست مطبوعاتی گفت صادرات بنزین تولیدی خود را از هفته آینده به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و برخی کشورهای اروپایی صادر خواهیم کرد. پیشتر قزاقستان بنزین را از کشورهای همسایه خود یعنی روسیه وارد میکرد، زیرا تولیدات داخلی این کشور برای تأمین نیازهای داخلی کافی نبود. وزیر انرژی قزاقستان همچنین اعلام کرد که مذاکرات مقامات این کشور با بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان که تمایل به تهیه محصولات نفتی قزاقستان دارند برگزار شده است. کشف و استخراج نفت در مناطق غربی در کنار دریای خزر یکی از سبب‌های اساسی رشد اقتصادیات قزاقستان بوده است. استخراج نفت و گاز خودی این کشور را در میان جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق در صف پیشرفته‌ها قرار داده است. قزاقستان به درآمدهای نفتی بسیار وابسته است و سقوط جهانی قیمت نفت در دوره وضعیت اقتصادی این کشور را دشوار کرد. رئیس شورای مشورت حزب نهضت اسلامی تونس با اشاره به اینکه راشد الغنوشی راهبر این جنبش نامزد انتخابات رئیس جمهوری تونس خواهد بود اظهار داشت که قطعیت آن پس از پایان نشست شورا اعلام خواهد شد. عبدالکریم الهارونی رئیس شورای مشورتی جنبش النهضت تونس طی سخنان در 28مین نشست این شورا اعلام کرد که رشید الغنوشی راهبر این جنبش نامزد انتخابات رئیس جمهوری آینده خواهد بود. وی افزود البته ممکن است کاندیدات‌های دیگری از داخل یا خارج از حزب نیز داشته باشیم. از مهمترین شروط برای کاندیداتوری در انتخابات رئیس جمهوری باوری به دموکراسی، مبارزه با فساد مالی، تقویت کننده روابط به تجزیه طلبی، قابلیت نمایندگی تونس به بهترین شکل در سطح جهان است. الهارونی تصریح کرد که شورای مشورتی در پایان نشستی که تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت کاندیدات نهایی را اعلام خواهد کرد. اینجا با شما خیر خوش میکنم. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام نقطه net پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه‌های شما هستیم. هر خبر و رویداد و قانون شکنی را مشاهده کردید، اگر به این باورید که کسی دل گرده نشر کردن معلومات شما را ندارد، به ما فرستید. حتما نشر بازتاب خواهیم کرد. سلامت و سربلند باشید. خیر تا روز دیگر.